از بس که دنبال موضوع واسه تولید محتوا تو کتابا و صفحات وب بودی کلافه شدی. محتوای من صبح که دارم چای میخورم خودش خود به خود نوشته میشه. بیا تا بهت بگم چجوری. سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به قسمت 4 از دوره آموزش N8. در این قسمت میخوایم به نحوه تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی مثلا لینکدین، اینستاگرام، وبسایت و هر جایی که داخلش فعالیت میکنید بپردازیم. چجوری میتونیم یه پست یا محتوا یا متن مناسب برای شبکه‌های اجتماعیمون مثل لینکدین، اینستاگرام، وبسایت و غیره و غیره بسازیم. میخوایم این کار رو اتوماسیون کنیم و به کمک N8N انجامش بدیم. یعنی از N8N بخوایم که به صورت اتوماسیون، به صورت اتوماتیک هر روز رأس یک ساعت مشخصی برامون محتوا تولید بکنه و ما اون محتوا رو داخل لینکدین یا اینستامون قرار بدیم. همچنین برای تولید این محتوا میخوایم از هوش مصنوعی هم کمک بگیریم تا بر اساس جدیدترین موضوعات و ترندترین مطالب محتوامون رو جنریت بکنه. پس بریم که با همین مبحث خفن رو شروع بکنیم. همچنین شما میتونید این دوره N8N رو از وبسایت کامپیوترونیک هم دنبال بکنید تا به محتواهای این دوره دسترسی کامل داشته باشید. صفحه N8N مون رو باز میکنیم. ما به دنبال این هستیم تا هر روز رأس یک ساعت مشخص محتوایی که دنبالش هستیم جنریت بشه. برای شروع من تریگر اسکیجول قرار نمیدم. ببینید ما باید تریگر اسکیجول قرار بدیم. یعنی اینا اسکیجول تریگر. اسکیجول یعنی زمان بندی، یعنی طبق زمان بندی اتفاق خاصی بیفته. الان به صورت حالت اولیه، برای مثال اولیه من اسکیجول قرار نمیدم، همین تریگر قرار میدم که کلیک که بکنیم یه محتوا برامون جنریت شه. یعنی با یک کلیک محتوا جنریت میشه. شاید قدیما اینو میگفتیم به اون میخندیدن، آقا با یک کلیک برات محتوا جنریت میکنم، ولی الان میبینیم که این به واقعیت پیوسته و ما با یک کلیک میتونیم یه محتوای سئو شده خفن جذاب برای اینستاگرام یا لینکدینمون جنریت بکنیم. از اونجایی که بچه‌ها من خودم آدم منظمی هستم، میخوام به شما هم این رو انتقال بدم، شما هم یه ذره منظم تر بشید. بچه‌ها بیاید توی گوگل شیتس. گوگل شیتس یک محیطیه مثل اکسل ولی تحت وب. یه جیمیل داشته باشید براتون فعال میشه. کافیه برید توی گوگل درایوتون یا توی گوگل سرچ کنید گوگل شیتس و این صفحه براتون بیاد. یه شیت جدید درست بکنید. من میام اینو عنوانش رو میذارم پست جنریشن، یعنی تولید پست. ستونا رو باید عنوانش رو مشخص کنم. یه ذره زوم اینو بیشتر کنیم. نه دیگه، حالا خیلی بیشترم نه که بره تو حلقمون، ولی حالا یه کوچولو. خب میام ستون اول و عنوانش رو میذارم تاپیک. یعنی چی؟ یعنی موضوعی که ما میخوایم در موردش متن محتوا تولید بکنیم و توی ستون اولمون میخوایم قرار بدیم. نه دیگه، حالا چرا اومد اینجا؟ اینجا نه، اینجا تاپیک. اینجا وضعیت رو قرار میدیم. یه ستون وضعیت میخوام براش قرار بدم که ببینم محتوایی که میخوام تولید بکنم آیا جنریت شده یا نشده. پس استاتوس ما دو حالت داره، جنریت شده یا جنریت نشده. و در نهایت هم کانتنت، یعنی محتوایی که دنبالش هستم. برای اینکه این هد ستون ها منظم باشه من اینا رو سلکتشون میکنم، این ستا رو، و رنگشون میکنم. میگم این رنگ رو براشون قرار بده. البته این رنگ متنشون رو عوض کرد. من این همون مشکی قرار بده، پس زمینه‌شون رو مثلا این رنگی قرار بده. خب الان ستون‌های ما و هدای ما مشخص شد. مثلا شما فرض کنید
من میخوام برای موضوع برنامه نویسی پایتون یه موضوع جنریت بکنم در مورد کاربردهای هوش مصنوعی، یه محتوا جنریت بکنم و مثلا شما در نظر بگیرید موضوع بعدیمون مثلا در مورد بهترین فوتبالیست جهان هم میخوام یک محتوا جنریت بکنم. توی ستون استاتوس بچه‌ها، استاتوس همون گفتیم فقط دو حالت داره. چون استاتوس ما دو حالت داره، من میام توی این سلولی که هستم روی اینسرت کلیک میکنم، توی بخش دراپ داون میزنم، میگه آپشن هایی که میتونه داشته باشه رو انتخاب کن. من آپشن یک رو میذارم تو دو یعنی میخوام انجامش بدم. مثلا دیدید میگن تو دو لیست، یعنی لیست کارهایی که میخوام انجام بدم. اینم میذارم تو دو، یعنی یه وضعیتش اینه که در حال انجام، یعنی باید انجام بشه. وضعیت بعدیش هم مثلا created یا انجام شده. روی دان کلیک میکنم. خب حالا که دراپ داون رو زدم روش کلیک کنم، میگم این تو وضعیت تو دوه چون هنوز براش چیزی مشخص نشده. همین سلولو کپی میکنم، اینجا هم براش پیست میکنم برای این دوتای دیگه. یعنی من 3 تا محتوا قراره جنریت بکنم. مثلا فرض کنید برای 3 روزم. روز اول در مورد برنامه‌نویسی پایتون، روز دوم برای کاربردهای هوش مصنوعی و روز سوم برای بهترین فوتبالیست جهان. چون هنوز اینها جنریت نشده، هنوز محتوا ندارن، وضعیتشون روی تودو قرار گرفته، استاتوسشون رو تودو قرار گرفته. کانتنت هم که طبیعتا نداره و این ستون کانتنت ستونیه که باید توسط هوش مصنوعی و N8N پر بشه. یعنی من میخوام 3 تا محتوا جنریت بکنم و اون محتویاتی که جنریت میشه بیاد اینجا توی ستون کانتنت برای من قرار بگیره. من گوگل شیت هم رو درست کردم، کنترل اس هم میزنم، سیوش میکنم. حالا کافیه این گوگل شیتی که اینجا مشخص کردیم رو ببریم توی N8N تا N8N این رو بخونه هر روز و برای تاپیک مد نظر ما یک محتوا جنریت بکنه. اینجا روی به علاوه کلیک میکنیم، قسمت سرچ نوتس سرچ میکنیم شیتس که همون گوگل شیتس رو بیاره. روی کدوم گزینه میاریم؟ روی گزینه get rows in sheet. ببینید این get rows in sheet روش کلیک میکنم. خب میگه کردنشیال داری. بچه‌ها برای اینکه N8N به گوگل شیت شما دسترسی داشته باشه باید از طریق اکانت گوگلتون اینجا ساین این انجام بدید. یعنی من روی کردنشیال من از قبل یه دونه ساختم، اما شما اگه ندارین create new credential رو میزنید، اینجا که نوشته sign in with Google روی این کلیک میکنید و از طریق اکانت گوگلتون با این سینک میشید. کار خاصی نداره، فقط اگه از شما خواست تیک بزنید جایی رو، همه گزینه هاش تیک بزنید. یعنی وقتی که با اکانت گوگلتون ساین این میکنید تیک همه گزینه ها رو بزنید و کانتینیو رو کلیک بکنید و تمام سینک میشه تو کسری از ثانیه. من چون از قبل سینک شدم همین گوگل شیتس اکانتم رو میزنم. خب میگه داکیومنت چی بود اسمش؟ بچه نگاه کنید، من اسم داکیومنتم رو گذاشتم پست جنریشن. پس میام از این قسمتی که گفته from list document post generation رو انتخاب میکنم. حالا میگه این post generation شیت چندمش؟ بچه همونطور که میبینید ما فقط یه دونه شیت داریم. این پایین سمت چپ میبینید شیت 1 اینجا ما یه دونه شیت داریم. میگم آقا شیت یکش، چون کلا فقط شیت یه دونه داریم. خب میگه آقا اوکی، من کدوم سطر و کدوم ستون باید برای من مهم باشه؟ الان این ادامهش داره از ما اینو میپرسه، میگه کدوم ستون برای من مهمه؟ من میگم ببین ستون استاتوس باید برای ما مهم باشه. یعنی تو باید محتوا رو برای ستونی تولید بکنی، برای سطری تولید بکنی که ستون استاتوسش رو تودو مونده. اگه استاتوسش بره روی created که یعنی ساخته شده و تمام، پس اینجا من توی اد فیلتر میگم آقا ستونی که باید برای تو مهم باشه ستون استاتوس باید باشه. اگه ستون استاتوس من مساوی بود با ولیو تو دو، اینها رو به من نشون بده. یعنی استاتوس اگه برابر با تو دو بود اینو به من نمایش بده. خب من الان روی اکزیکیوت استپ کلیک میکنم.
همونطور که میبینید 3 تا سطری که استاتوسشون تودوه رو به من نشون داد. اما دوستان من، ما قراره که فقط روزی برای یه دونه محتوا وقت بذاریم. پس ما نباید هر 3 تا سطر رو اینجا ببینیم، فقط سطری که تودو مونده، یعنی اولین سطری که استاتوسش تودوه رو میخوام. پس میام این قسمت پایین توی آپشنز، اد آپشن رو کلیک میکنم، میگم return only first matching row، روی این گزینه کلیک میکنم و این دکمه‌شو سبز میکنم. یه دور دیگه اکزیکیوت رو که بزنم فقط یه سطر رو برمیگردونه. اینها ببینید میاد میگه که اوکی، من اولین سطری که استاتوسش تودوه رو برمیگردونم، شامل ستون تاپیک، استاتوس و کانتنت هم هست که کانتنتش خالیه. منم میگم میدونم خالیه، گذاشتم تو بارش کنی. اینو میبندم. الان تا اینجای کار قدم به قدم خوب پیش اومدیم. یه گوگل شیت درست کردیم، محتوایی که مثلا قراره در طول هفتهمون جنریت بکنیم و توی ستون تاپیک ها می نویسیم. استاتوس همشون تودوه و کانتنتش خالیه که باید توسط N8N ما پر بشه. اینجا هم مشخص کردیم که بتونه بخونه از گوگل شیت ما. خب حالا چجوری بره اینو سرچ بکنه؟ من باید یه مکانیزمی قرار بدم این محتوا، این تاپیکی که داره رو بره توی گوگل سرچ بکنه و ترند های برترش رو بده به چت جی پی تی. خب بچه‌ها میخوام به شما یک سرویسی رو معرفی بکنم به نام سرویس طویلی. اینها سرویس طویلی. من برم روی صفحه اصلیش. سرویس طویلی بچه‌ها شما میتونید به کمک جیمیلتون لاگین بکنید داخلش. یعنی من الان اگه اکانت ندارید روی ساین اپ کلیک میکنید و هم میتونید به کمک اکانت گیت هاب و هم به کمک اکانت جیمیل خودتون داخلش ساین این بکنید. من چون از قبل اکانت داشتم، ببینید تا ساین اپ رو زدم واردش شد. اما شما که ساین اپ رو بزنین میاد که آقا ساین اپ ویت جیمیل یا گیت هاب، یکیشو انتخاب میکنید و داخلش ثبت نام میکنید. خیلی خوبه، به شما 1000 تا کردیت ماهانه میده. در ماه شما میتونید 1000 تا کردیت استفاده بکنید. 1000 تا کردیت در واقع یعنی 1000 تا سرچ، 1000 تا جستجو میتونید انجام بدید. این طویلی بچه‌ها سرچ میکنه در گوگل. اگه نمیدونید محتوا چیه و چیکار میکنه، کارش اینه که تو گوگل سرچ میکنه، کار خاصی نمیکنه. خب یه API کی هم به ما اینجا میده که فعلا باش کاری نداریم، بعداً بهتون میگم. الان ما دنبال اینیم که این محتوا، مثلا برنامه‌نویسی پایتون رو سرچ بکنیم توی گوگل و مثلا 3 تا سایت اولی که میاد محتوا رو ازشون بگیریم. برای اینکه سرچ تو گوگل انجام بدید دقت کنید به API طویلی نیاز داریم که الان بهتون یاد دادم چیکار کنید. خب جهت سرچ کردن روی به علاوه کلیک میکنید، نود HTTP request، اینها نود HTTP request براتون باز میشه. آقا من اینو چجوری کانفیگش بکنم؟ من که بلد نیستم، چجوری باید اینا رو ست کنم که سرچ انجام شه، این تاپیک برنامه‌نویسی پایتون رو بره سرچ کنه؟ نگران نباش، الان بهت یاد میدم. توی همین طویلی که میرید یه قسمت داره به نام داکیومنتیشن. این قسمت منو سمت چپ یه دونه داکیومنتیشن داره. روی داکیومنتیشن کلیک میکنم، یعنی مستندات. روی گزینه API reference میزنم، میام روی API reference. خب این صفحه برامون باز میشه. اینجا یه کد کرل اصطلاحاً نوشته که میتونید زبانش هم عوض کنید، مثلا جاوا اسکریپت ببریدش یا ببریدش روی پایتون. اما من کرلش رو میخوام. چرا کرلش رو میخوام؟ چون توی N8N روی همین HTTP request یه گزینه‌ای داره به نام import curl بچه‌ها. یعنی شما اگه حوصله ندارید این نودو کانفیگ بکنید، میتونید کرلش رو کپی کنید و بیارید اینجا ایمپورتش کنید. خب اینجا کرل یعنی تنظیماتی که من باید ست بکنم جهت سرچ موضوع، کدش نوشته شده. کافیه همین رو کپی بکنم از سایت طویلی، بیام توی N8N قسمت import curl نود HTTP request، اینو پیستش بکنم و بعد گزینه import رو بزنم. همونطور که میبینید تنظیمات انجام شد، همه اینا برای من ست شده. متد پست بچه‌ها، متد پست وقتی شما میخواید یک متنی، یه فایلی، یه چیزی رو
ارسال بکنید برای سرور اصطلاحاً متدش پست میشه و URL مون بچه همونطور که میبینید سرچه، یعنی میخوایم جستجو انجام بدیم. چیزی که میمونه فقط قسمت اوتوریزیشن و ولیوه که گفته بیریر توکن، اینجا توکن رو میخواد. پس این API توکنی که اینجا به من طویلی داد و اینجا کپیش میکنم، جلوی این توکن رو ور میدارم و اینجا پیست رو انجام میدم. حواستون باشه که بین این دوتا باید یه اسپیس فاصله باشه. خب اینجا API توکنمون هم ست میکنیم. فقط بچه ها کرلی که به شما میده یه دونه استارت دیت و اند دیت داره، اینو پاک کنید، اینو نمیخواد. این استارت دیت و اند دیت رو پاک کنید، بقیهش اوکیه. خب الان من اکزیکیوت استپ رو که بزنم، توی اوتپوت یه کوئری زده شده و انسر و ریزالتش به من داده شده، یعنی اومده این کوئری من سرچ شده توی گوگل و نتایجش رو داره من نشون میده. اما کوئریم چیه؟ Who is Leo Messi؟ آقا چرا Who is Leo Messi؟ من اینجا نوشتم برنامه‌نویسی پایتون. آره فدات شم، نوشتی برنامه‌نویسی پایتون، ولی یادت رفته اینو تو کوئری ست کنی. چون ما از سایت طویلی همین رو یه راست کپی کردیم، این کوئریش هم روی Who is Leo Messi مونده. پس من چجوری باید اینو درستش بکنم؟ خیلی راحت، میاید توی اکسپرشنز، این قسمت جیسون رو میاید توی اکسپرشنز، این صفحه رو بزرگش میکنید، کوئری رو پاک میکنید و به جای کوئری تاپیکی که از گوگل شیتستون ورداشتید و اینجا درگ اند دراپ میکنید. تمام، به همین سادگی. موضوع چی بوده؟ برنامه‌نویسی پایتون. ببین الان کوئری این شده برنامه‌نویسی پایتون. خب مکس ریزالتس بچه‌ها یعنی نهایتا چند نتیجه اول رو نشون بدم. حالت دیفالت یکه، شما اینو میتونید ببرید روی 3، یعنی 3 نتیجه اول جستجو رو لطفا به من نشون بده. اینجا هم میتونید برای اینکه کوئریتون بهتر بشه بگید search the web for فلان، یعنی جستجو کن در وب برای برنامه‌نویسی پایتون مثلا، یا هر تاپیکی که من توی گوگل شیت ست کردم واسه تولید محتوا. اوکیه؟ مکس ریزالتس اونم که 3، یعنی 3 تا ریزالت اولو میخوام و تمام. همین. یه دور دیگه من اکزیکیوت استپ رو میزنم، صبر هم میکنم. نود داره اجرا میشه. همونطور که میبینید چون کار ما اینه که داریم از وب یه سری اطلاعات استخراج میکنیم، زمان بره طبیعتا. خب بچه ها نگاه کنید اینور. همونطور که میبینید کوئری من برنامه‌نویسی پایتونه. اولین ریزالتی که من داده اینه: پایتون یک زبان برنامه‌نویسی محبوب است که برای توسعه وب و کارهای مربوط به ماشین استفاده می شود. مثلا جنگو پلتفرم مشهور و مثلا میام پایین. همونطور که میبینید 3 تا ریزالت به من داده. این ریزالت اولم، میام پایین. خب ریزالت هم احتمالاً اینجاست، اینها توی قسمت اینا 0 1 2. آب در کوزه ما تشنه لبا میگردیم، همینجا بوده، من دارم میرم پایین. عجب. اینا ریزالت شماره 0، ریزالت شماره 1 و ریزالت شماره 2. پس 3 تا سایتی که اول اومدن و اینجا به من نمایش داد. اما از بین اینا کانتنت هاشون برای من مهمه. خب پس ما الان موفق شدیم تاپیک رو از گوگل شیت بخونیم، توی گوگل سرچش بکنیم و محتوایی که خروجی سرچ ما هست و نتایج سرچ ما هست رو دریافت بکنیم. حالا این محتویات رو باید بدیم به AI agent تا برای ما محتوا جنریت بکنه. من میام اینجا روی به علاوه کلیک میکنم و AI رو میزنم، میگم آقا من یه AI agent میخوام. یادتونه جلسه گذشته با هم AI agent ساختیم؟ این هم مثل همونه، خیلی راحته. خب این AI agentمون رو حالا باید ست بکنیم. چجوری باید ست بکنیم؟ من روش دوبار کلیک کنم، همین صفحه که بود،
گفته پرامپت هم چی باشه، سورس پرامپت هم چی باشه. میگم آقا define below، این پایین بهت میگم. خب بچه پرامپتمون سورسش باید چی باشه؟ ببینید ما 3 تا کانتنت داریم اینجا، 3 تا محتوا گرفتیم و میخوایم بر اساس این 3 تا محتوا یک پست حالا مناسب اینستاگرام یا لینکدین جنریت بکنیم. درسته؟ میام اینجا که گفتم define below، میام توی expressions کلیک میکنم، اینو میزنم که صفحه بزرگ بشه. میام اینجا میگم subject 1، یعنی موضوع اول. موضوع اول من بچه ها میشه کانتنت توی ریزالت 0 اینها. این میشه سابجکت 1 من. چرا اینطوری شد؟ این میشه سابجکت 1 من. سابجکت 2، موضوع دوم من. موضوع دوم من میشه این یکی کانتنت. ببین تو ریزالت 1 این سابجکت شماره 2 من و سابجکت شماره 3 من 3 تا ریزالت اولیه رو خواستم. اینم سومی. بفرمایید بچه‌ها توی کامپیوتر شمارش از 0 شروع میشه. اگه میبینید به جای 1 2 3 اینجا 0 1 2 نترسید. توی کامپیوتر شمارش از 0 شروع میشه، مخصوصا توی حالا این فایل های جیسونی که برگشته میشه. خب من 3 تا محتوا به همراه لینک هاشون اینجا دارم و باید اینا رو به عنوان پرامپت بدم به AI ایجنتم. پس من الان پرامپتم رو ست کردم که پرامپت من از پاسخ HTTP ریکوست ها به دست اومده. اینو میبندم، اینا پرامپت رو اینجا میدم. خب آقا سابجکت ها رو به ما دادی، حالا بگو با این سابجکت ها چی کار بکنیم؟ خب شما داری به AI ایجنت الان 3 تا سابجکت میدی. خب من اینا چی کارش میکنم؟ میام اینجا توی قسمت آپشنز روی اداپشنز کلیک میکنم، قسمت سیستم مسیج. اینجا یک پیام سیستمی باید ست بکنم برای AI ایجنتم. مثلا بهش بگم بر اساس این 3 تا موضوع بیا یه پست اینستاگرامی جنریت کن، یا بر اساس این 3 تا موضوع پست لینکدینی جنریت بکن. درسته؟ خب برای اینکه پرامپتم جذاب تر باشه بچه ها، من چت جی پی تی رو باید بیارم. خب من چت جی پی تی رو باز میکنم و میخوام از چت جی پی تی کمک بگیرم تا یه پرامپت مناسب برام بنویسه که من اینجا به عنوان سیستم مسیج به همراه این 3 تا کانتنت هم برای API AI ایجنت هم ارسال بکنم. خب یه پرامپتی بچه‌ها من آماده کردم. این پرامپت رو براتون توی وبسایت کامپیوترنیک قرار میدم. برای اینکه به این پرامپت دسترسی داشته باشید حتما توی وبسایت کامپیوترنیک دوره N8 رو انرول بکنید که رایگان هم هست، نیازی نیست هزینه‌ای پرداخت کنید و به این پرامپت دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید از خود این ویدیو این پرامپتی که نوشتم رو برش دارید. خب من اینو کپیش میکنم، میام اینجا پیستش میکنم، میگم یه دونه پرامپت برام جنریت کن که 3 تا آرتیکل 3 تا موضوع رو میگیره و یک پروفشنال لینکدین پست جنریت میکنه. حالا این لینکدین رو بچه‌ها اینجا میتونید بردارید، مثلا به جای لینکدین بذارید اینستاگرام. درسته؟ یا لینکدین یا مثلا وبسایت آرتیکل، مقاله وبسایتی. اینجا من یه دونه پرامپت نوشتم برای چت جی پی تی میفرستم که آقا یه پرامپت جنریت بکن که 3 تا آرتیکل رو میگیره، 3 تا همون سابجکت هایی که ست کردیم میگیره و بر اساس اونا محتوا جنریت میکنه. خب اینو کپیش میکنم، این پرامپتی که خروجی به من داد، میارم اینجا توی سیستم مسیج قرارش میدم. درسته؟ میگم آقا اینا دیفالتش هم اینه You are a social media content creator. تو یک تولید کننده محتوای فضای مجازی هستی که تخصصت تو اینستاگرامه. حالا بیا بر اساس این 3 تا محتوا یه مثلا مقاله جذاب جنریت بکن. خب این AI ایجنت ما ست شده اما هنوز مخ نداره، هنوز چت مدلش فعال نشده. چت مدل رو بچه‌ها بهتون گفتم جلسه گذشته یاد گرفتیم که چت مدل اوپن ای آی چجوری API رایگان بهش بدیم. اینها اکانت اوپن ای آی هم اینجا ست میکنم که جلسه قبل یاد گرفتیم. اگه
نمیدونید چجوریه، حتما ویدیو جلسه قبل یعنی جلسه سوم آموزش N8 رو ببینید. اونجا توضیح دادیم چجوری از OpenAI API رایگان بگیریم. حالا که مخش رو فعال کردیم کافیه که اینجا execute استپ رو بزنیم. الان سابجکت های من به همراه پرامپتی که گفتم فرستاده میشه. خب همونطور که میبینید محتوام جنریت شده، ولی این محتوا بچه ها انگلیسیه. اینجا باید حواسمون به این موضوع باشه که فارسی ما میخوایم، یعنی محتوایی که میخوایم فارسیه. پس میتونیم این پرامپتی که ما داده بگیم بهش که به فارسی ترجمهش کنه. این آشش انگلیسی بهش دادیم، بنده خدا فکر کرد بچه ناف نیویورکه باید برای بچه های نیویورک محتوا جنریت کنه. نه داداش، باید برای ایرونیا جنریت بکنی. خب الان من یه دور دیگه اکزیکیوت استپ رو میزنم. سرعت نت و همه چی دست به دست هم دادن که این طول بده. خب بالاخره محتوا رو نوشت. همونطور که می‌بینید یه محتوا برای زبان برنامه‌نویسی پایتون به زبان فارسی جنریت کرده. حالا ما بعد این خروجی که به ما AI ایجنت داده رو ببریم توی گوگل شیتمون قرار بدیم توی کانتنت و همچنین استاتوس تودو رو ببریم روی کرییتد که دیگه قاطی نکنه. خب چجوری میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم، یعنی خروجی و محتوای تولید شده رو توی گوگل شیتس ببریم؟ روی به علاوه کلیک میکنم، دوباره اینجا میبرم روی شیتس، روی گزینه آپدیت رو این شیت کلیک میکنم این دفعه. خب همونطور که میبینید کردنشیالمون همون گوگل شیتمونه. میگه کدوم داکیومنت رو میخوام، میگم آقا داکیومنت پست جنریشن شیت اولش لطفاً. خب میگه کدوم ولیو ها رو باید آپدیت بکنم. میگم تاپیکی رو آپدیت کن که من اینجا مشخص کرده بودم، یعنی برنامه نویسی پایتون. اون تاپیک، ببین بچه ها این تاپیک هاست که داره سطرهای ما رو از هم منحصر به فرد میکنه، یعنی این سطرها بر اساس موضوعاتشونه که متفاوتن. من میخوام بگم آقا این تاپیک برنامه‌نویسی پایتون بوده که براش محتوا نوشتی، اینو بیا همه چی رو تغییر بده. پس تاپیکمون چیه؟ تاپیکمون باید برنامه‌نویسی پایتونه. خب استاتوسش باید چی بشه؟ استاتوسش باید بشه created. همونطور که میبینید استاتوسش از to do باید به created تغییر پیدا بکنه. کانتنتش هم باید بشه اوتپوتی که AI ایجنت به ما داد، به همین سادگی. پس کدوم ولیو عوض شد؟ استاتوسمون به جای to do شد created و همچنین کانتنت، ستون کانتنتمون میشه محتوایی که AI برای ما جنریت کرد. خب الان من اگه اکزیکیوت استپ رو بزنم، خب چی میگه؟ آها میگیم کالمن تاپیک، کالمنی که باید مچش کنم کالمن تاپیکه. آره خب حل. میتونستیم بچه ها رو نامبرم بذاریم که مثلا شماره رو باشه. خب من اینو اکزیکیوت میزنم دوباره. خب میام اینجا توی گوگل شیتس هم میبینم که بله همونطور که میبینید تاپیکمون محتوای
محتوایی که خواستیم و توی کانتنت قرار داد. اینا خیلی راحت یه محتوا برای برنامه‌نویسی پایتون جنریت کرد. حالا برای کاربردهای هوش مصنوعی هم همین کارو میتونیم انجام بدیم. فقط این وضعیت تو دو نمیدونم چرا نبود ریکرییتد. کرییتد رو درست نوشتیم دیگه. این استاتوسمون عجیبه. next versions هم ببریم. created درسته، فقط نمیدونم چرا اینو عوضش نکردیم. تودو نشد created. حالا اشکال نداره. خب الان بیایم یه دور دیگه این ورک فلو رو از ابتدا ست بکنیم. یعنی من الان بیام اینو اجرا بکنم. خب این اجرا شد. میام اینجا، میام میگم آقا این گوگل شیت رو دوباره اکزیکیوت کن. ببینید همونطور که میبینید کاربردهای هوش مصنوعی اومد، چون که برنامه‌نویسی پایتون انجام شده بود کاربردهای هوش مصنوعی اومده. خب اینم اکزیکیوت شد. میام توی HTTP ریکوست، میام میگم حالا تو هم برو سرچ رو انجام بده. اکزیکیوت استپ. البته بچه‌ها بازم یادآوری میکنم نیاز نیست شما بیاین این نودا رو دستی دونه دونه اکزیکیوت کنید. اون ران ورک فلو رو بزنید ران میشه. خب محتوا جنریت شده. 3 تا ریزالت اول در مورد کاربردهای هوش مصنوعی پیدا شد. اینا این اکتیو و اکتیو بکنید هر دفعه فعال میشه. خب AI ایجنتمونم اکزیکیوت میکنیم که بره محتوا رو پیدا بکنه. همون بخش زمان برش بود. خدا به دادمون برسه. تولید محتوا در مورد کاربردهای هوش مصنوعی. خب اینم محتوا که جنریت کرد برای هوش مصنوعی. حالا میایم اینجا میگیم آپدیت کن. اکزیکیوت استپ رو میزنم. خب همونطور که میبینید تاپیکمون ست شد، استاتوسمون کرییتد و محتوامون هم جنریت شده. بچه این نمیدونم تو دوش این فکر کنم اون دفعه قبل از شانس بدمون این رو تو دو قرار گرفت، وگرنه الان ببینید این درست شد. این رو کرییتد اصلا واسه همین تستش کردم. یه محتوا برای ما جنریت کرد. اینا کاربردهای هوش مصنوعی. میبینید کاربردهای هوش مصنوعی چه محتوای جالبی براش جنریت کرده. خب و بهترین فوتبالیست جهانم دیگه حالا بذاریم بر عهده خودتون دیگه، که دیگه بیشتر از این سخت نشه. خب بچه‌ها این الان هر موقع که ما کلیک کنیم میاد این پروسه رو انجام میده. ما می‌خوایم براش اسکیجول بکنیم، مثلا هر روز سر یه ساعت مشخص این کارو انجام بده. چی کار باید بکنیم بچه‌ها؟ باید نود اسکیجول بیارید. اسکیجول تریگر. روی اسکیجول تریگر کلیک می‌کنیم، میگیم هر روز ساعت مثلا 10 صبح بیا اینو انجام بده. همین ببین دیز هر روز. ببین اینجا مثلا میتونی ست کنی هر ساعت هر دقیقه. من اینجا رو دیز کلیک کنم. هر روز ببین این دیز بیتوین تریگرز هم این یکه، یعنی هر یه روز یه بار این کارو انجام بده. اگه مثلا میخواد هر 2 روز یه بار این کارو انجام بده اینجا بذارید 2. اگه بخواد هر 3 روز یه بار اینجا بذارید 3. هر روز ساعت 10 صبح. خب اینو میتونید حذف بکنید و این نود رو الان به این بچسبونید به همین سادگی. یعنی هر روز 10 صبح اینو اگه ببرید رو حالت اکتیو، هر روز 10 صبح میاد گوگل شیت رو میخونه، تاپیک رو ازش برمیداره، سرچ میکنه تاپیکی باید دنبالش بگردن رو میده به چت جی پی تی، محتوا رو جنریت میکنه و توی گوگل شیتتون قرار میده و شما صبح که از خواب پا میشی یه فنجون قهوه میخوری، میای میبینید N8N کارتو برات انجام داده و محتواتو جنریت کرده. خب اینم از این.
این هم میبینید رو حالت اکتیو دائمی که هر روز این کارو انجام بده. به همین سادگی. خب دوستان عزیز، خیلی ممنون که توی این قسمت با من همراه بودید. در این قسمت یاد گرفتیم که چجوری میتونیم برای شبکه‌های اجتماعی یه محتوای جذاب به کمک N8N و چت GPT تولید بکنیم بدون اینکه نیاز باشه خودمون این کار رو انجام بدیم. هر روز 10 صبح این کار رو برای ما انجام میده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. حتما کانال کامپیوترونیک رو سابسکرایب بکنید و دوره N8N رو از طریق سایت کامپیوترونیک هم دنبال بکنید. پرامپت ها و لینک ها و اطلاعاتی که توی ویدیو استفاده میشه توی از طریق سایت در دسترس خواهد. برای همتون شادی، سلامتی و موفقیت آرزو میکنم. تا قسمت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.